سلام به همه شما عزیزان دل. امیدوارم که هر کجای دنیا هستین مثل همیشه لبتون خندون، تنتون سالم، کنار عزیزانتون باشید. به یک دیگه از ویدیوهای من خیلی خوش اومدین. امروزم میخوام براتون ولاگ مربای مجلسی بالنگو به اشتراک بذارم. امیدوارم که تا آخر این ویدیو هم با من همراه بشین. خب دوربین رو بردیم نزدیک، بریم که کارمون رو شروع کنیم. ابتدا بالنگا رو پوست میکنیم، طوری پوست میکنیم که این نمونه چون تلخ میشه. این از این دوتاشو میخوام به شکل گل رز در بیارم، برای همه اینو اینجوری از وسط نصف میکنیم و این داخل بالنگو در میاریم. وقتی که داخل بالنگو کاملا تمیز در آوردیم، الان به شکل خیلی نازک این مدلی میبریم. هر چقدر نازک‌تر اونقدر زیباتر میشه.
4 قسمت. برش میدم. بعد اینکه کاملا پخته شد میتونید اندازه‌ای که دوست دارین برش بزنید، ولی تو آب من میخوام فعلا این اندازه برش بزنم. خب بریم که بقیه بالنگا را برش بزنیم و بیاییم. خب توی این مرحله باید همه بالنگا رو بریزیم تو آب. اگه سرکه سفیدم داشتین یه قاشق غذاخوری بریزین که این بالنگا تلخ نشن. اگرم نه که نیازی نیست و ما تلخش رو میگیریم. سعی کنید که نازک در بیارین که راحت بتونید بپیچین گولا رو. خب همه بالنگا تموم شد. الان بریم که بذاریم چند دور بجوشه تا تلخیشون گرفته بشه. خب بالنگا رو میریزیم داخل آب، این رو میذاریم بجوشن. خب الان میخوام شربتی درست کنم. شیره مربا رو 1 کیلو شکر ریختم تا نیم کیلو هم اضافه کنم. خب 2 برابر شکرم آب میریزم همیشه من. تا شکرم به جوشه. خب میذاریم 3-4 دقیقه بجوشه، بعد آب کشش میکنیم. همین مرحله رو 3-4 بار تکرار میکنیم طوری که نه بالنگامون له بشه نه اون تلخی بمونه. آبکش کردیم، بعد با آب ولرم گابلمه رو پر کردم، بالنگا رو ریختم و بازم میذارم چند دقیقه بجوشه
بازم آبکش میکنم. همین کار رو 4 مرحله تکرار میکنم تا تلخی این بالنگا کاملا گرفته بشه. شکر رو اصلا هم نمیزنیم تا خودش آب بشه. خب شیره به جوش اومد، میخواییم جوهر لیمو رو بهش اضافه کنیم. کاملا اینو اینطوری فشار میدیم تا هرچی آب داره این خارج بشه از این. اینم که اینجوری وقتی که خنک شد تا مواظب باشین که آب اگه داغ باشه دستتون میسوزه. میتونین از بغل آبکشان استفاده کنید. اینطوری فشار بدین تا همه آب از بالنگا خارج بشه. اینطوری. فشار بدین تا کاملا آبش گرفته بشه. بعد میتونین از اول به راحتی اینو پیچ بدین. خیلی هم دیگه این سری خوشگل و ظریف تر میشه. چون نرم هست میتونین همشو جمع کنین به این شکل. خب برای اینکه میخوام یه کمی رنگ مربا طلایی بشه میخوام یه کمی زعفرون بریزم، خیلی کم. خب اجازه میدیم که تا مرباها آماده بشن. خب دوستان عزیز، همینطور که میبینین مربای ما کاملا آماده شد. وقتی که شیرمون به این حد رسید زیر قابلمه رو خاموش میکنیم و کفایی که کنار قابلمه هستن رو بر میداریم. اجازه میدیم تا کاملا خنک بشه، بعد درش رو میذاریم. یا میتونین از یه دمکنی هم به عنوان در استفاده کنیم که خنک بشه. الان زیر شعله رو خاموش میکنم. بعد اینکه کاملا از جوش افتاد شفافیت مرباها رو میبینید. تا وقت اذان خنک بشه.
بعد اینکه کاملا خنک شد خلال دندونا رو در میارم. خب دوستای عزیز، مربای بالنگ ما آماده شد. الان میخوام بکشم به ظرف، بعد بذارم که خنک بشه، بعد درشو بذارم تا بمونه به وقتی که بچه ها بیان با هم بخوریم. عجب مربایی شده. خب دوستان عزیز، مربای من آماده شد، مربای بالنگ. امیدوارم که شما هم درست کنید و تو سفره های ماه رمضان تو مهمونیاتون استفاده کنید و نوش جون کنید. ممنونم که تا آخر این ویدیو هم با من همراه بودید. مرسی از نگاه های زیباتون. همتون رو به خدا میسپارم. خدا حافظ.